راه غلبه بر رنج ها و غم های دنیا تو درون خودته. از خدا بیرون آروم نخواه، از خدا دل آرومی بخواه. اگر درون تو آرام شد هیچ چیز بیرون نمیتونه تو رو پریشان کنه. اگر درون تو متلاطم بود دنیای بیرون تو هرگز نمیتونه به تو سکون بده. هر چقدر دنیای بیرون تو به ظاهر آراسته پیراسته قشنگ جلوه میکنه اما دل پریشان، همه دنیای بیرون پریشان. اگه میخوای غلبه پیدا کنی بر رنج ها، غلبه پیدا کنی بر تلخی های زندگی، باید اندیشه های قشنگ و اندیشه های زیبا رو در خودت بارور کنی. یه جای دیگه مولانا میگه، یه جای دیگه در بیتی مولانا میگه گر گل است اندیشه تو گلشنی. میخوای گلشن بشی باید اندیشه گل پیدا کنی. ور بود خاری تو هیمه گلخنی. اگر خیارات تو هم مثل خار همش به فرو میره، همش روح و روان تو میخراشه، اون موقع تو خودت هیزم جهنمی، اصلا میسوزی، درونت بیقراره. حالا خیالاتی که باعث رهایی از غم میشه، باعث فرج میشه، باعث گشایش میشه، اونا از کجا اونا رو گیر بیاری؟ کدوم دواخانه، کدوم عطاری، کدوم بنگاه، از کجا باید بخریم؟ اینطور چیزی که ما رو آروم کنه، دنیای ما رو شیرین کنه، باعث فرج و گشایش تو سختی های زندگی بشه. مولانا میگه از ایمان که آمد همه چیز درست میشه. ابراهیم علیه السلام داخل منجنیقه، میخوان اونو پرت کنن تو آتش، همه مضطرب، روی ظالم به قصد کشتن ماست، روی ظالم به قصد کشتن ماست، دل مظلوم ما به سوی خداست. این در این فکر تا با ما چه کند، ما در این فکر تا خدا چه کند. همه داشتن فکر میکردن که با این ابراهیم چیکار کنیم. ابراهیم داشت فکر میکرد که خدا با اینا میخواد چیکار کنه. همه دارن در این اسباب و عالم اسباب سیر میکنن، او داره به رب الاسباب و مسبب الاسباب نگاه میکنه. کننده واقعی میخواد چیکار کنه، از اراده او میشه، از اراده نمرود نمیشه. از آتش و شعله آتش او چیزی که نمرود میخواد نمیشه، او چیزی که الله میخواد او میشه. بنابراین آرامه. حتی فرشته های ملای اعلی میگه آشفته شده بود، یا الله خلیل، یا الله ابراهیم، یا الله یک موحد، یا الله یک بنده اختو، یا الله چی، یا الله نصرت کن. ابراهیم تو منجنیق آخرین کلماتی که از زبان او در میاد طبق تعبیر ابن عباس حبر الامه رضی الله عنهما، ایشون میگن آخرین کلماتش این بود حسبی الله و نعم الوکیل. ایمان. برای همین نبی ما دعا میگن اللهم انی اسألک من الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. خدایا تو یقینی بده که همه سختی های دنیا برای من شیرین بشه، قابل تحمل بشه. من بفهمم هر چی که داره میاد، حکمت های او، رازهای او، نفع او، خیر او، همه اینا رو یالله به من نشون بده که من تو سختی هام بتونم لبخند بزنم.